سلام بچه‌ها، به یه ویدیو غیر ترو کرایمی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به چیا صحبت کنم، تأثیراتی که ترو کرایم روی من گذاشته و چند تا هم چیز جدید خریدم آرایشی. با هم آرایش میکنیم، اونا رو آنباکس میکنیم و صحبت میکنیم. آقا هی میگفتید پروانه کیه و اینا. پروانه دوست خواهرمه که الان دیگه دوست منم هستش. رفته بودم ازش خرید کنم، مغازه دارن و خب یه دونه ضد آفتاب خریدم. فکر کنم تو استوری اینستا بهتون گفته بودم، واسه همین فقط دیگه تستش باشه. من ضد آفتاب بیرنگ میزنم و اینکه الان صورتم اگه داغونه چون اومدم خونه و افتادم به جون صورتم، چون من الان یه ذره در روزهای افسردگیم به سر میبرم و تو افسردگی میگم چیکار کنم، برم خودمو داغون کنم. خب مورد اولو که بهتون بگم اینه که من خب خودم ترو کرایم خیلی نگاه میکردم دیگه، انگلیسی، فارسی، همه چی، و خیلی طرفدارش بودم. ولی اون موقع با الان خیلی متفاوته نظرم، چون اون موقع صرفا یه داستان بود که نگاه میکردم، خیلی هم با شخصیتاش ارتباط برقرار نمیکردم. ولی الان که خودم میرم تحقیق میکنم و میام برای شما تعریف میکنم، ببین خیلی چون با شخصیتاش ارتباط میگیرم، حالا با اونایی که مقتولن یا اون قاتلا رو که قطعا دوست ندارم. اولش که خیلی از قاتلا میترسم، یعنی اینجوری شدم که تو خونه واقعا میترسم، میگم یا علی نیاد اینجا منو خف کنه، میترسم این پشت بیاد و اینا. حالا این مهم نیست، ولی من میرم خیلی ویدیوهایی رو نگاه میکنم، چون برای تحقیقم که دارم با قاتل صحبت میکنن، با خانواده مقتول صحبت میکنن، واسه همین خیلی خیلی وارد جزئیات داستان میشن و داستان برای من خیلی واقعی میشه. من قبلا که ترو کرایم رو میدیدم صرفا فقط داشتم میدیدم و یک داستانی بوده ولی وقتی که خودم میرم تحقیق میکنم میبینم وای چقدر این واقعیه، میدونین چی میگم، و خیلی میترسم. مثلا موقع تعریف کردنش اگه خونه تنها باشم، الان خونه تنها هم یاد اون داستان افتادم، میترسم اگه این پشت کسی اومد بهم بگید. خب ببین من این چیه ابرو رو گرفتم، صابون ابرو من تا حالا استفاده نکردم، همیشه ژل ابرو استفاده میکردم. حالا گفتم ببینم چطوریه. و اینکه پروانه گفت رو صورتی که آرایش نداره بزن، و اینکه هر دفعه هم حتما باید این فرچش رو بشوریم که سفیدک نشه. من خودم رو قشنگ نمیبینم، برم تو آینه. چرا آینمو نیاوردم؟ بذار بیارم آینمو. خلاصه که واقعا میترسم، مخصوصا این آخریا که دارم پرونده های ایرانی رو روشون تحقیق میکنم و ایرانی ها دیگه واقعا واقعی هن. یعنی خارجی ها رو میتونی بگی نه الکی و چه باحال شد بچه ها، ولی ایرانی ها خیلی چیزن، مخصوصا این قاتل سریالی ها اصلا واقعا ترسناکه. ولی جنبه خوب داستان رو بذارید بهتون بگم. جنبه خوب داستان اینه که من خیلی خیلی هوشیار شدم. هوشیار چرا میگم هوشیار؟ نسبت به محیط اطرافم دیگه بیشتر حواسم هست. آقا میخوام برم تو ماشین چه مدلی برم، میخوام بیرون راه برم چه مدلی باشم. اینو اگه دیدید این شکلیه، این برشو خواهرم شکون شیشه‌شو آینه‌شو، واسه همین این آینه اینجوریا نگاه میکنم و بله آینم کثیفه. خب این باحال بود، فقط برم یه دونه این چیزا بیارم اینجوری صافش کنم. بچه یه حقیقتی رو بهتون بگم، رفتم پاکش کردم و این صابون ابرو خیلی خفن بود، خیلی باحال بود، ولی اونجوری ابرو اینجوری به من نمیاد. قشنگ انگار لیفت کردی و واسه کسایی که این مدلی دوست دارن خیلی چیز خفنی بود. این کانسیلر یورنم که دیگه تو اینستا و یوتیوب با همه جا میدونید که من چقدر عاشقشم، چقدر کانسیلر میزنم و همین تو ذهنم زیر چشامو فیلر بزنم، ولی نمیدونم چیکار کنم. نظر شما چیه؟ برم بزنم؟ چقدر بد زدم، میذاره اینجوری تر رو بزنم. بعدش دیگه براتون چی میخواستم بگم؟ آره من خیلی هوشیارتر شدم، خیلی حواسم بیشتر هستش و ما باباها دیدید میگن که حواست باشه میری بیرون، شب زود بیا و همه اینا. و
ببین خیلی راست میگن، خیلی خیلی راست میگن و من خیلی نگران این موضوعم دیگه. شب اصلا خودم که نمیتونم تنها برگردم، یعنی مثلا 10 شب میشه، 9 شب چیه، هوا وقت تاریک میشه اینجوری هم که خب دوستان خیلی خوش گذشت، خدا نگهدارتون. به نکته ای هم که میخوام اشاره کنم اینه که حالا پدر مادر ایرانی نرم بگن آه نگاه کن ما راست گفتیم و خطر هست و اینا. اولش که من خودم نقد شدیدی به پدر مادر ایرانی دارم که مثلا بابای خود من نمیذاره خونه دوست صمیمیم که سال هاست باهاش دوستم و اونا شب میان خونمون بخوابن و اینا بخوابم. نه دختر باید خونه بخوابه شب. میگم خب چرا؟ من 24 سالمه، چی میگی؟ مثلا این دیگه نگرانی نیستش. این نمیدونم واقعا چیه. بیاین بگید بابا بیا بگو. ولی این که مثلا میگن حواست باشه و زود بیا و اینا، من واقعا بهشون حق میدم، فقط نمیتونن خوب دلیلش رو بیان کنن. یعنی مثلا وسطش دیدی هی دعوا میشه. بعد البته که بچه ها هم توی یه سنی خوب پذیرای این موضوع نیستن. مثلا من بچه بودم، دبیرستان و اینا بودم، خیلی خیلی زیاد دوست داشتم که تا دیر وقت بیرون باشم، نمیدونم 2 3 اینا. ولی الان من مثلا 9 و نیم 10 میخوام برم بخوابم. خب و اولش که خیلی خستم همش، دومش که آره به خاطر اینکه میترسم، دوست ندارم مثلا بیرون باشم. ولی خب اون موقع ها با یک بچه دبیرستانی خیلی خیلی سخته رفتار کردن. پدر مادر خیلی باید حواسشون باشه چه مدلی بیان میکنن خواستشون و بچهشونو. حالا میرسیم از هدف من برای ساخت این برنامه. یک موضوع این که خب من خیلی خیلی طرفدار ترو کرایمم و خیلی دوست داشتم یه زمانی برسه که من بتونم خودم برم تحقیق کنم و بیام راجبش صحبت کنم. شما دوستامید دیگه، خیلی حس خوبی داره، اصلا کلا داستان گفتن خوش میگذره بهم. ولی دومین موضوع چیه؟ بچه من میخواستم یک سایه کمرنگ بزنم که پشت پلکم مثلا انقدر سفید نباشه، ولی گند زدم. چیکار کنیم؟ خب ولی دومین مورد این که چرا من دارم این پرونده ها رو کاور میکنم اینه که خیلی هستن هنوز درک نمیکنن چقدر بیرون خطرناکه و اینو بفهمن و روش‌های مختلف قاتلا رو ببینن چیه. مثلا خیلی چیزا هست، یه دونه قاتل سریالی بود میرفت تو خونه مردم، چون تو در خونه تو باید درست قفل کنی، میدونی خونه فقط دزدی نمیشه. ممکنه همچین آدمای دیوونه‌ای هم باشن و بیان تو خونه. حالا اون بحث مرگش به کنار میمیری راحت میشی، بعضیا هستن که قصر در میرن و این بار روانیش همیشه میمونه روت و خیلی بده. یا مثلا بچه یه موضوعی که هست، من خیلی توی این پرونده وسواس به خرج میدم. یعنی میشینم یه هفته یه پرونده رو نگاه میکنم، بعد میرم کلی راجبش تحقیق کنم، ولی میبینم که این اصلا خوش نمیگذره به من. یعنی خیلی واسم جذابیتی نداره که واسهتون تعریف کنم. هیچ اتفاق خاصی توش نیفتاده. بچه‌ها اصلا من محو چشام شدم. ریملو نگاه کن تو، تفاوتو ببین. ریمل اسمش اسمارت، منم هی به همه میگم بگیرن. تو اینستا گذاشتم تو استوریای هایلایت چیز به درد بخورها فکر کنم. اگه نذاشتم میرم امروز میذارم که برید ببینید، خیلی خفنه. آره دیگه. آره خلاصه میشینم باید یه هفته تحقیق میکنم یا چندن 2 روز کمترینش، بعد میبینم پرونده رو خودم دوست نداشتم و دوباره از اول میرم یه چیز دیگه. واسه همینه که هفته یه روز میادش، یعنی هفته یه بار میاد این ترو کرایما، چون یه ذره زیادی زمان میبره. حرامی خیلی خفنه، اسمش چیه؟ مپ بیوتی. این میزنی مایه است، بعد سری خوش میشه مات میشه، خیلی باحاله.
حالا اینجا من میرم 2 تا اینجوری ها میکنم دیگه، حوصله ندارم پاشم برم دوباره بیام. خلاصه که واسه همین تصمیم گرفتم، به خاطر اینکه خیلی هفته یه بار کمه که ویدیو بذارم براتون، تصمیم گرفتم چون خیلی هاتون گفتید که ولاگ هم باشه توی این همین چنل، ولاگم قاطی این ویدیو میکنم، پلیلیست جدا من میذارم براتون. یعنی برید تو قسمت پلیلیست ها میبینید که یه قسمت فقط ولاگه، یه قسمت فقط ترو کراینه و میتونید خودتون انتخاب کنید که کدومو نگاه کنین، کاملا دستتون بازه. و همین دیگه، نظری دارید به هم بگید. همین، میبینمتون. فعلا خدافظ.